استرالیا ساحه جستجو برای یافتن هواپیمای مفقود شده مالزیایی بعد از به دست آمدن معلومات تازه تغییر کرد. اوکراین سربازان اسبق اوکراینی در کریمیا اختیار دارند یکی از دو گزینه را انتخاب کنند، یا اینکه به قوای روسی بپیوندند و یا هم در جستجوی یک کار دیگر شوند. ژاپن یک کارگر روز جمعه در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما بعد از آن که زیر ریگ شد جان باخت. برما حکومت بعد از چندین دهه برای اولین بار سرشماری نفوذ را راه اندازی کرده است. این سرشماری در حال صورت می‌گیرد که اوضاع در آن کشور متشنج است. برزیل در حالی که برای برگزاری جام جهانی فوتبال 3 ماه باقی مانده، تظاهر کنندگان یک بار دیگر در مخالفت با برگزاری این جام به خیابان‌ها ریختند.